واردات طرح 10 سال ساخت شروع شد، اما اگه حواستون به این نکته نباشه خیلی کلا سر تحت هیچ شرایطی کشنده‌ای که پشت مرز هست رو نخر. طبق قانون بانک مرکزی هر وقت هر کالایی بخواد وارد کشور بشه بایستی تاریخ حملش به ایران بعد از تاریخ تخصیص ارزش باشه. در غیر این صورت برای صدور برگه سبز گمرکیش به مشکل میخوریم. مثلا این کشنده دیروز به ایران رسیده، شما امروز میان ثبت سفارش رو میگیرین، هفته آینده تخصیص ارزش میاد، اما چون تاریخ حملش به ایران قبل از تاریخ تخصیص ارز بوده حتما توی ترخیصش گیر میکنین و اذیت. اون طرحی هم که دولت امسال داد فقط مخصوص کشندهایی بود که تا قبل از 403 وارد مرز شده بودن و الان طرح واردات 10 ساله کامل قوانین واردات برش حاکم هست. به صرف اینکه اسناد یک کشنده در پشت مرز به نام شما خواهد شد، هیچ دلیل و تضمین برای نیست که بتونید اون رو وارد کشور کنین و ترخیصش کنین و پلاک گذاری کنین و ازش استفاده کنین. دوم اینکه حواستون باشه هیچ شرکتی اجازه نداره غیر از هزینه‌های دولتی شامل مالیات، گمرک، محیط زیست و غیره که همه فیشش مشخص هست، هزینه اضافی رو از شما بابت واردات طرح 10 سال ساخت بگیره. ترخیصکار گمرک هم هزینه‌هاش مشخصه، اگر بیشتر از اون بگیره حتما پروانه گمرکیش باطل میشه. پس حواستون باشه کلاه سرتون نره. این ویدیو رو هم بفرست برای کسی که میخواد از طرح واردات 10 سال ساخت، طرح سویچ به سویچ استفاده کنه. مرسی یا علی.